ناو خود مزن و دلوان آماده بود برس زور سپاس و در فتح آتا رخصاندن و بود دعوت کرنامن کو بجار بندگلوه دوی روژا پیروز دا. پس ناو من روژا که دیروکی بلکه روژا که دیروک درست کرد. وقتی شورش ایلول دست پیکری زور کمک هبونید کو مل دایا بر چونکی حلو مرجد و سردم زور فرق بین تشتیل همی مهمتر او به کو ملت اک درست ببی جیل اک درست ببی باوری بخوبید خدا ان اراده بید و اول ویاب تجربه کردار بیت سلماندن بو جیل تازه بو ملت که بله اگر اراده کاب هز هبید اگر باوری بخو هبید همه چگه که هستره و سرکفتنیش یا مسوگره شورش ایلول وقت دست پیکر نه به ملت کرد ویا شراب کرد یا ویا خوینه برایجید اما شورش ایلول درجه پیدر همه شورش و راپرینت بری و سردمی بین اما ده قالبه که نودا بیا شورش کنه توایی یا سرتاسری شورش دید نوچهی بند منطقهی بند شورش ایلول بیا شورش که سرتاسری و شرفه که مزنش بوی دوره که بیا لانا شورشه بیا هیلینا شورشه بیا بنگه شورشه وقتی رژیم عراق همه امکانیات خوب کاری اینان زور جا شورش توش شکستی هات پرتو بلاف بین کمک من خوراگر گشت حده که آیا ممکنه بردوام به شورش یا بردوام نبی اما شر کو روزا 12 سال 61 هاتیه کرن گلی زاوی تولمانا پتر المعجزه که چی کل شرک دو لیوایت عسکری عراقی لیوای که جیشه لیوای که قوه سیاره لیر الدهو که حرکت کرو هات او لشکری که هنگیش خربه بی و خدان اراده و قرار دای بمرن پیناوی ملت خو اوش همه کن ببین ویری شرکی زوری مزن رو دا و بحقیقتش هم بتواسین بیجین اما دای که همه داستانه یعنی همه داستان دی الهام الوی داستانه ورد گیرن هر دو لیوایت تیزا حکومت عراق چند ساعت که تارو مار گیرن بو یکم جار به پتر 1500 پارچه چگی کفته دست پیشمرگه و یکم جار به سلاح روسی کلاشینکوف و سمینوف و دکتاریوف کفنه دست پیشمرگه ایتو اول شرای وکر معنویات خلق کردستان بلند بین کم گند خورت دل همه منطقه هاتن التحاق شورشی کرد امیدک بو خلق کردستان درست کرد بله که پیشمرگه روش پروژه ده سرکفنه مستر دست اینی او ناو پیشمرگه ایکل مسترین و پیروسترین ناو سر آست جهان نو کل کردستان بترین زور رف وفدین در و کوتین محتبینین در و لیره یعنی پراستی مرو شعور سر بلندیه که زور آمازند کن وقتی که بحث پیشمرگه اید کن و راستیشه اگر پیشمرگه نه با او رو هم لیره ندبین نوکه ما پیچه ندبین ویاده بکنی نه و حد دونیو پیر بین و جروی وش او تحدیات هر اتمایی
و دلنیابن چجاره که نیت ما او نبوی روزه کش روزه والله خویند و یک نفر بید چیه ما چه مقابلی ما چجاره کش ما قرار هنده ندایه ام بچین دست شراب کن اما داستانا 12 سال 61 که ام فکر کرین که اگر کرامت و شرف ملت ما کفت بر تهدید رحوی گاوه زور یا ارزان بیتنو صدها خورت دوت به را گشته که جفته شرع ابرام صاف کنه اوه و فرهنگه که از ویب سر کفتن زانم چاوت لنده نبید تو قدر کسب کی اما چه جاراش نهیتت فکر آمده تسلیمی زورا کسی ببین و براستیش همه جیان نینه او جیانه که تو سربرزید ناف ملت خدا بجی یان تریکا ملت خدا خوینا خوب رجی اوه جیانه اگه نو وادی جیان چند ساله که تعمره بندنوی نیسان خود سرشور خود خود ملت خود شهیدت خوب کرد او تجربه کو سه همه لایک دا چوی او رو معلوم بی کو پارتی به پارتی چه بریار نه ندا طایبت الکردستانی و تعامل سوا اساسیات تکرن و پنگودید بری تقریبا اینا بی تهیبک من سفر و بغداد کرد بار و وقتی سليمة مطلب عندكم هم وقت جازي حاضرم سري خلصة في الربازي دوبني منك من زوي شعر چجاش من نقول يا دي بزور وبشر حلبي من يقول ام ضد الشرينه بس ام تسليمي زوره چه زور داره نابين حكم مجبور بن ام دي دفاعي كين اما ام بچين شرعي كي بكين خود چجاره ام قرار نادين بس خود چجاره كش تسليمي بك قوت الدنيا دا نابين كو بزور سما فرض او مبدأ ما